چی من سراولی امنون چی منفیت است چی میده و سوم سوال وضعیت کشور یعنی شمالی اطراف کابل منطقه سالنگ و دیگر مناطق کشور. یک سوال بکنم یکی خلاص کنم خدمون باشه دیگر امسال جلسات مسلسلی که پاکستانی ها مشترکاً با طالبان و با اسامه بن لادن داشتند تصمیم گرفتن که از طریق جنگ به زعم خودشان مقاومت مشکلش در افغانستان حل کنند و بتانند که باقی مناطق تصرف کنند. از این سبب از مدت ها بود که جنرال مشرف و یک تعداد جنرالای دیگه پاکستانی در این قسمت آمادگی‌هایی داشتند و به این منظور قماندان قول اردوی صوبه سرحد که به اسم سید الظفر است مشخصا وظیفه گرفت تا این عملیات فرماندهی و رهبری بکنه. بعد از چندین ماه گفتم میتونم بیش از 4 ماه آمادگی عملیات وسیع خود در 2 نوبت در پروان کاپیسا شروع کردند که الحمدلله با شکست مواجه شدند. بعد از اینکه در پروان کاپیسا پروگرامشان به شکست مواجه شد در فکر شمال شدند و خواستند تا از یک نقطه ضعیف جنگ شروع کنند تا هم به افراد خود روحیه داده باشند و هم به هدف اساسی خود که به اصطلاح اشغال همه افغانستان است با او برسند. بنان بعد از شکستشان در پروان کاپیسا و شمال کابل جنگ در نهرین شروع کردند. بعد از نهرین در اشکبش آمدند و به مو ترتیب تا طالقان. تقریبا 3-4 روز پیش بود که حمله بسیار وسیع خود بالای طالقان شروع کرد. الحمدلله حمله وسیعشان در هم شکسته شد و در نوبت اول کاری از پیش بردن نتوانستند. فعلا که صحبت میکنم دور دوم عملیات مشترک پاکستانی ها عربا و طالبا شروع شده و فعلا جنگ در چندین استقامت به شدت جریان دارد. امیدوار هستم مانند دفعه قبل بلت و پروردگار ناکام بانند و کاری کردن نکنند. در قسمت طالقان یکی از مرکزهای عمده مجاهدین بود در طول دوران جهادم و فعلا هم و تلاش اساسیشان است که با گرفتن طالقان رای اکمالات پروان کاپیسا و باقی مناطق قطع کنند. در حالی که ما باقی راه هم داریم که میتونیم جبهات خود اکمال کنیم. اشغال طالقان بدون تاثیر نیست مگر این همه جنگ در افغانستان نیست. از زمانی که مردم درک کرده که کشورشان مورد تجاوز پاکستانی ها و پایگاه اسامه بن لادن تروریستا قرار گرفته و از وقتی که مردم ماهیت طالب شناخته در تمام گوشه کشور با گذشت هر روز مقاومت دامنی وسیع‌تر و بیشتر به دست پیدا میکنه و به هیچ صورت اشغال طالقان یا یگان ولایت دیگر معنای زیر نداره که بله مقاومت ختم شود، بلکه من یقین دارم که خشم مردم بیشتر خواهد شد و دامنه مقاومت وسیع‌تر خواهد بود. درباره وضعیت کشور میگفتیم که وضعیت اطراف کابل یعنی در شمالی و در اطراف سالنگ و دیگر نقاط کشور چطور است؟ فعلا در باقی مناطق وضع آرام است. طالبان همه نیرویی که دارند در روبروی طالقان آوردند. در باقی منطقه و در باقی قسمت ها وضعیت آرام تر است.